اگه میخوایی شلوار خاص رو یاد بگیری و شال و لباستو فاخر کنی، تا آخر ویدیو با من باش. سوزن از لبه شال بیرون میاریم و یک بسته ریز میزنیم. حالا یک مروارید شماره 4 و یک ملیله سر میندازیم. سوزن رو به فاصله 1 ملیله از بست اول به شال کوک میزنیم. بعد سوزن رو خالی از ملیله عبور میدیم و دوباره یک مروارید و یک ملیله داخل سوزن میبریم و مجدد سوزن رو کنار اولین ملیله کوک میزنیم و سوزن رو خالی از ملیله دوم عبور میدیم و این روال رو تا 4مین ملیله ادامه میدیم. حالا یک مروارید سر میندازیم و به فاصله 1 ملیله به لبه شال کوک میزنیم و سوزن رو از مروارید آخر بیرون برده و 5 تا منجوق سر میندازیم و دوباره سوزن رو از داخل همون مروارید رد میکنیم و حالا مجدد سوزن رو خالی از مروارید دوم عبور میدیم و 5 تا منجوق سر میندازیم و از مروارید دوم رد میکنیم و همین فرایند رو تا آخرین مروارید ادامه میدیم. در آخر سوزن رو از لبه پارچه رد کرده و شرابه بعدی رو دوخت میزنیم. اگه این آموزش رو دوست داشتی سیو کن، گمش نکنی و لایک و کامنت یادت نره. میشه ستاره آروش ما بهترم منه، یه لحظه هم تو فکرت نمیره حتما مثل